امروز میخوام ماجرای شکوفه یک زخم رو برات بگم. شاهکاری همه چیز تمام از طبیعت گیلان رو. اگه میخواید در میان تمام دریاچه های کشور به سراغ دریاچه‌ای رویایی در دل جنگل برید که هم آرومتون کنه و هم متعجب و شگفت زده، باید راهی دریاچه لیستان بردسر گیلان بشید. جایی بکر که با طبیعت خارق‌العاده‌اش شما رو هیجان زده میکنه. این دریاچه عجیب با قرارگیری در دل جنگل‌های لیستان یکی از زیباترین صحنه‌های طبیعت رو در برابر چشمانتون به تصویر میکشه. این دریاچه در جریان هنرنمایی چندین زلزله شکل گرفته. اگه چیزی که همه میگن دقیق و درست باشه، پشت تولد این دریاچه رودباری خاطره تلخی وجود داره. زلزله فراموش نشدنی رودبار سال 1369 که یکی از خونین‌ترین زلزله‌های ایران در چندین دهه اخیر بود. یکی از اصلی‌ترین عوامل شکل‌گیری دریاچه لیستان هم همین زلزله رودبار محسوب میشه. برای همین دریاچه رودبار رودخانه مادر نداره. لیستان از آب چشمه‌های زیرزمینی و آب‌های سطحی سر و پا مونده. دعوتتون میکنم حتما به این بهشت گمشده در گیلان سر بزنید و از طبیعت بی‌نظیر اون لذت ببرید.